سلول‌ها مثل آجرهای سازنده بدن موجودات زنده هستند. انواع مختلفی سلول داریم. بعضی سلول‌ها ساده هستند، بعضی‌ها پیچیده‌تر. سلول‌های یوکاریوتی جزو سلول‌های پیچیده هستند. این سلول‌ها توی بدن حیوانات، گیاهان و قارچ‌ها پیدا میشن. سلول‌های یوکاریوتی قسمت‌های مختلف زیادی دارن. این قسمت‌ها با هم کار میکنن تا سلول زنده بمونه. یک قسمت مهم سلول یوکاریوتی میتوکندری است. میتوکندریا اندامک‌های خیلی کوچیکی هستند که توی سلول‌های یوکاریوتی پیدا میشن. بهشون میگن نیروگاه سلول. میدونین چرا؟ بیایم بفهمیم. میتوکندری‌ها برای زندگی خیلی مهم هستند. توی خیلی از فرآیندهای مهم سلولی نقش دارن. مثلا تولید انرژی، تنظیم کلسیم و پیام رسانی سلولی. بدون میتوکندری، سلول‌های یوکاریوتی نمیتونن کار کنن. میتوکندری از کجا اومده؟ دانشمندا فکر میکنن که میتوکندری قبلا یه باکتری آزاد بوده. میلیاردها سال پیش یه سلول یوکاریوتی یه باکتری رو قورت داده. اما به جای اینکه باکتری رو هضم کنه، اون رو زنده نگه داشته. به این فرایند میگن همزیستی. این باکتری قورت داده شده، آخرش تبدیل به میتوکندری شده. این یه مثال جالب از اینه که چطوری دو تا موجود زنده متفاوت میتونن با هم دیگه تکامل پیدا کنن و توی یه رابطه مفید برای هم زندگی کنن. میتوکندری ها بیشتر به خاطر نقششون توی تولید انرژی معروفن. اونا یه مولکول به اسم ATP تولید میکنن که واحد پول انرژی سلول هاست. سلول ها از ATP برای انجام همه فعالیت هاشون استفاده میکنن. میتوکندری توی فرایندهای مهم دیگه سلولی هم نقش داره. مثلا ساخت آمینوآسیدها و تجزیه اسیدهای چوب. میتوکندری ها برای زندگی ضروری هستند. اونا نیروگاه های سلول های ما هستند و انرژی لازم برای زنده موندن ما رو فراهم میکنن. توی کلی فرایند مهم سلولی دیگه هم نقش دارن. اگه میتوکندری ها درست کار نکنن، باعث انواع بیماری ها میشن، مثلا سرطان، بیماری های قلبی و بیماری های عصبی. دانشمندا دارن تلاش میکنن درمان های جدیدی برای این بیماری ها پیدا کنن که روی میتوکندریا اثر بذارن. میتوکندریا اندامک‌های خیلی جالبی هستند با یه تاریخچه تکاملی غنی. با فهمیدن اینکه میتوکندری چطوری کار میکنه، میتونیم پیچیدگی خود زندگی رو بهتر بفهمیم.